سلام رفقا، وقتتون بخیر باشه. این ویدیو رو ضبط کردیم برای پاسخ به سوالات دوستانی که سوالاتی داشتن و تردیدهای در مورد بند شدن اکانت همستر. شرایطی که یکی از ادمینای همستر اعلام کردن توی کانال همستر بود، کانال تلگرام. چند عامل رو برای بند کردن اکانت همستر گفته شد. یکی استفاده از اتوکلیکرها رو گفتن. اتوکلیکر خب هر چقدر استفاده بشه به هر حال یک شخصی، یک انسانی تا یه حدی میتونه سکه جمع آوری کنه. اگر تعداد سکه ها و سیو سکه ها بیشتر باشه، خب به هر حال ربات تشخیص میده که این حجم از سکه هایی که با تپ گرفتن به دست اومده، به هر حال ربات تشخیص داده میشه. و این اتوکلیکرها شاید در صدر یکی از عواملی برای شناسایی اکانت هایی باشه که واجد شرایط بند شدن هستن. و دومین اکانت های فیک هستن. اکانت های فیک رو میتونن از اکانت های غیر فعال شناسایی کنن یا شماره های مجازی. و گزینه دیگه هم اینه که یک سری اکانت ها هستن که دوستان دیلیت اکانت میکنن و دوباره میرن از اول اکانتشون رو میسازن. که چرا؟ فقط به دلیلی که زیر مجموعه های اکانت های دیگه شون رو بیشتر کنن. خب یه کمی فکر کنیم میبینیم که به هر حال یه اکانتی که زیر مجموعه میشه باعث باز شدن کارت هایی میشه و امتیازهای پروفیت رو بالا میبره. دوباره همون اکانت بیاد دیلیت اکانت کنه، بعد دوباره از اول اکانت جدید بزنه، بازم بیاد زیر مجموعه بشه. پس اون کارتی که باز شده یه اکانتی به صورت حباب مانند هستش و این هم به هر حال قابل تشخیص هست و میتونن تشخیص بدن. این ریسکا رو به نظر من انجام ندین، این باعث بند شدن اکانت شما میشه. به هر حال 150 میلیون کاربر همستر هستش. یه عده زیادی از اینا باید شناسایی بشن، خود به خود باید شناسایی بشن که به هر حال پروژه یه پایان خیلی ایمنتری داشته باشه، پایان قابل قبولتری داشته باشه و بین 150 میلیون کاربر هر چقدر درسته 150 میلیون کامیونیتی بسیار بزرگیه، اما باز هم اکانت هایی هستن که واجد شرایط بند شدن هستن. به هر حال در پایان لیست شدن پروژه مطمئناً 150 میلیون کاربر وجود نخواهد داشت و به 150 میلیون ولد واریزی انجام نمیشه. عده بسیار زیادیشون به عنوان اکانت های غیر مجاز و واجد شرایط بند شدن شناسایی میشه. و یکی دیگه از راهایی که باعث بند شدن میشه چند اکانتی ها هستن. چند اکانتی ها شامل دو شکل میشن. یکی این که روی یه گوشی چند اکانت بزنه یک شخص و یا این که یه اکانت رو روی چند دستگاه نصب کنه. اگه چند اکانت روی گوشی باشن، خب راه تشخیصش از طریق IP دستگاه. خب IP دستگاه بعضی کشورها رو داریم، بعضی نقاط داریم که تلگرام فیلتر هستش و به هر حال راه وصل شدن به تلگرام و بازی ربات همستر یا اکثر از دوستان یا اکثر این اشخاص از پروکسی استفاده میکنن که مختص تلگرام هستش و یا از VPN های متفاوتی استفاده میکنن که VPN هم خودشون به هر حال به هر منطقه‌ای که VPN IP شو داره میزنه عده زیادی وصل شدن. اونا هم اگه قرار باشه از طریق IP شناسایی بشن، اونا هم بند میشن، حالا چه روی یه دستگاه باشه چه روی دستگاه دیگه، به هر حال IP شون یکسان هستش چون فیلتر شکنشون یکسانه. و این که یک اکانت رو روی چند دستگاه نصب کنن. خب یک اکانت رو که روی چند دستگاه نصب کنید باعث میشه سکه زیادی جمع آوری بشه و از جمع آوری سکه خود به خود پروفیت بیشتری هم به دست میارن. ربات همستر میتونه تشخیص بده این یه اکانت روی چند دستگاه رو و این هم باعث بند شدن اکانت همستر میشه. به هر حال
کسانی که زحمت میکشن در پایان بگم که تا جایی که میتونن از یک اکانت استفاده کنن، تلاش کنن، زحمتشون رو میکشن. به هر حال همون یک اکانت میتونه درآمد خوبی براشون داشته باشه. میتونن هم کسانی که دوستانی که ریسکشو کردن چند اکانت زدن روی گوشی یا یه دستگاه، به هر حال نمیشه شخصی که 6 تا اکانت زده بیاد 6 تا گوشی تهیه کنه یا از دوستی آشنایی. به هر حال شاید از پدری مادری یکی یا دو تاشو بتونه جابجا کنه، اما نمیتونه کسی که 6 تا 8 تا 10 تا زده بیاد پخشش کنه روی دستگاه‌های مختلفی. اما اگه هم خیلی زحمت کشیده، به جای اینکه بیاد ریسک 9 تا رو حذف کنه و یکی رو بذاره، احتمال داره همون یکی هم، همون یک اکانت هم که اکانت های دیگر رو زیر مجموعه خودش داره، همون هم بند بشه، بعد اینکه اکانت های دیگر رو دیلیت بزنه. اما اگر که چند اکانت رو زدن و اونقدر پروفیت بالایی هم نداره، به نظر من محتمل هست که یه ریسکی بکنه و این احتمال هست شناسایی نشه و همه اکانتاش به درآمد ختم بشه و این احتمال هم هست که همشون بند بشن. دیگه تصمیم با این شخص هستش که چه کاری میتونه انجام بده. موفق و مؤید باشید.